سلام علیکم یارو دوستان محترم هواداری کانال. من بعد از یک مدتی اندک ما با عبدالغفور یک دم گرفته بودیم، بعد از اتپس گویم بعد از همین تعطیل ما دوباره باز با هم همکاری داریم دوستان. من خدا خواهد میندار هستم، واقعا من میندار هستم از بابای عبدالغفور که همیشه خربزهای تر و تازه را آورده برای مردم منطقه یکم چسکه تامین میکنن. یک نشون چقدر تربوز و خربزهای در این مفصل و جوابگور آورده شدن، خصوصا برای تو معرکه ها مردم سراشون گرم نمیشه، تیم جور از خود کرده نمیرن. راست پیش بوی عبدالغفور بسیاری عادت کرده هستن همینجا، وقتی که همینجا خالی باشد مردم حیران میشه که خربوز تربوز از کجا خریداری کنند. من برای که هم بوی عبدالغفور که دوباره کار به دست گرفتگی هستند، مثل همیشگی تامین تربوز و خربوز بوله دسترخانه مردم منطقه یکم تامین کردند. نه تنها منطقه یکم، چون من میبینم بسیار از مهاجرت میبینن مردم طرف جنوب از همین بوی عبدالغفور خریداری کرده میرن. بار دیگر خدا یار و مددگار شما باشد و خریدارها با هم اینچنین خدا یار و مددگار باشد. نگاه کنید چقدر خربزه خوشرو دارن. السلام علیکم بوی عبدالغفور، حال شما خوب است؟ چی حال داره؟ السلام علیکم بوی محمد جان. دیده چند مدت شد ما با شما ویدیو نکردیم، چندین مخلصا زنگ زدن شما چی بس کردید. نه ما همکاری دوام میتیم شما بوی محمد جان. خواهد سال 2026 ما پلنمو دیگه شد، ما میخواستیم به جمهوری روسیه فدراسیون سفر کنیم از عصبی بوی خیلی که این 2026 ما یک خربوزه ساختگیم. خدا خواهد همه تمام مخلصا رو نشون میدیم با همکاری دوام سال 2026 باید. انشاءالله من خربوزا طول 3 سال است با هم کار میکنیم. خدا خواهد دوام میدیم انشاءالله. دوستی ما خدا خواهد دوام مییابد. این خربوزا چند شدن خدا خواهد؟ خربوزای زورش 50 سومون. نازی 50 سومون. من مهمان از دهمنا رو گذشته برفتم شاگردم. ای وای اول دو تا شاگرد تربیت کردیم خدا خواهد خربوزا دیگه در چمپیون شد. بهترین. خدا یار مددگار شما باشد دوستا. خدا خواهد باید عبدالغفور کار کرده ایستان حوزم دمیش دوام دارد. میتونه داده 4 ساعت در خدمت مردم 4 ساعت تا قطری خون آخرین من مبارزه میبرم خدمت مردم میکنم. گم نیست دوستی عزیزی ما. خدا یار و مددگار شما باشد. دوستان میتونید اومده با حاضر خریداری خربزه تر و تازه را. همین شب دیروز بوی عبدالغفور من همین راه ندیدم، این سر بیام همینجور پوری خربزه کردم. من مرحمت بازم به گوشی دهخانی بوی عبدالغفور. خدا یار و مددگار باقی سربلند و خانه آباد باشه.